به کانال فال روزانه خوش اومدید. امروز 6 آبان 1404 یک روز با انرژی خاص پر از نشونه هایی از عشق، تغییر و آرامش. اگه ازم بپرسی امروز روزیه که نباید با عجله تصمیم بگیری، بلکه باید به نشونه ها دقت کنی. بریم ببینیم کائنات امروز برای هر متولد چه پیامی داره. دوستان عزیزم، قبل از اینکه فال رو شروع کنیم لایک و سابسکرایب یادتون نره و اون زنگوله رو بزنید تا هر روز فال جدید رو ببینید. دوستتون دارم. فروردین. انرژی امروز نشون میده که داری به یک نقطه تازه میرسی. شاید کمی گیج یا خسته باشی، ولی امروز وقتشه به خودت اعتماد کنی. اگه کسی داره ازت فاصله میگیره نگران نباش، چون این فاصله برای رشدت. یه خبر کاری یا مالی ممکنه امروز بهت برسه، پس حواست به پیام‌هات باشه. اردیبهشت. دلت امروز پر از احساسه. شاید کسی از گذشته دوباره وارد ذهنت بشه یا حتی پیام بده. قبل از اینکه تصمیم بگیری برگردی یا نه، یک نفس عمیق بکش و ببین قلبت چی میگه. یک گفتگوی احساسی ممکنه مسیر رابطت رو عوض کنه. خرداد. روز شلوغ و پرکاری داری، اما ذهنت مثل همیشه فعال و بیدار. یه ایده یا فکر خلاقانه به ذهنت میرسه که میتونه آیندت رو تغییر بده. کافیه روش تمرکز کنی و ازش نترسی. انرژی امروز حمایتت میکنه. تیر. قلبت امروز یه حس قوی داره. شاید چیزی در درونت بهت بگه که باید یه تصمیم احساسی بگیری. به حس درونت اعتماد کن، چون امروز قشنگترین راهنمای توئه. یه نفر از دور بهت فکر میکنه و ممکنه نشونه ای ازش ببینی. مرداد. امروز روز درخشش توئه. ممکنه خبری از کار، پول یا پروژه‌ای تازه بشنوی. اعتماد به نفست بالاست و این جذابیتت رو چند برابر کرده. فقط حواست باشه انرژی زیادی خرج آدمای اشتباه نکنی. شهریور. بدن و ذهنت نیاز به استراحت دارن. این چند روز شاید زیادی از خودت کار کشیدی. امروز یه چای گرم، یک موسیقی آروم و چند دقیقه تنهایی معجزه میکنن. یک نفر داره تو سکوت ازت حمایت میکنه، حتی اگه خودش نگه. مهر. انرژی امروزت پر از عشق و احساسه. ممکنه از کسی که مدت‌ها ندیدیش خبری بشنوی یا یه رابطه قدیمی دوباره زنده بشه. اگر منتظر عشقی هستی،
کائنات دارن کم کم راه رو برات باز میکنن. امروز فقط مهربون باش با خودت و دیگران. آبان، تو توی دوران تغییری و انرژی امروز میخواد کمکت کنه تا چیزای قدیمی رو رها کنی. اگه تصمیم مهمی داری، عجله نکن. کائنات دارن شرایط رو طوری میچینن که بهترین مسیر جلوت قرار بگیره. به خودت و مسیرت ایمان داشته باش. آذر، روزت با امید و انگیزه شروع میشه. اگه دنبال یه تغییر شغلی، مهاجرت یا تصمیم بزرگی هستی، امروز نشونه هاش رو میبینی. یه پیام، یه عدد یا یه حس خاص بهت میگه وقتشه. بهش اعتماد کن. چون انرژی امروز حامی شجاع است. دی، احتمالاً احساس خستگی یا بی‌حوصلگی داری. اما بدون که این فقط یه مرحله است. فردا انرژی تازه‌ای به سمتت میاد. امروز بیشتر به خودت محبت کن. اگه از کسی دلخوری، بهتره ببخشیش تا بار منفی ازت جدا بشه. بهمن، ایده‌هات مثل جرقه های نورین. اگه چیزی توی ذهنت داری که مدت هاست عقب انداختی، امروز شروع کن. کائنات امروز باهات همراهن تا خلاقیتت بدرخشه. یه تماس یا پیام میتونه مسیر کارت رو عوض کنه. اسفند، روزت پر از آرامش و احساس قشنگه. ممکنه با کسی گفتگویی احساسی داشته باشی که دلتو گرم کنه. امروز هرچی انرژی، عشق و مهربونی پخش کنی، چند برابر بهت برمیگرده. به دلت گوش بده، چون دلته که درست میگه. تا فال فردای پر از عشق و نشونه، مراقب انرژی خودت باش. لایک، سابسکرایب یادت نره که هر روز فال جدید رو ببینی.